سلام. امیدوارم که خوب باشین. منم خوب هستم. جای خیلی خوشگلی هستم. گفتم امروز رو اختصاص بدم به یه سری کلیپای باحال در مورد این بیزنس و گپ زدن با شما عزیزان. امیدوارم که خوب باشین. یه سری مسائل مهم رو خواستم با شما در میان بذارن در مورد این بیزنس، ولی خواستم یه جای قشنگی رو انتخاب کرده باشم. نگاه کنید دور بر منو، خوشگله. خب از اینجا شروع میکنم که خودم رو معرفی کنم. من سعیده هستم، سوشال مارکتر، و به این معنی که من یاد میدم به شما که چجوری تو پلتفرم های مختلف از جمله اینستاگرام، فیسبوک، لینکدین، تیک تاک و پینترست و غیره بتونید درآمدزایی کنید با آموزش هایی که در اختیارتون قرار میگیره. من منتور شما خواهم بود و کسی که سال هاست در این کار حرفه‌ای کوچ من هست. با کمک من و کوچ من میتونید شما به درآمدهای فوق‌العاده‌ای دست پیدا کنید که بسیار قانونی، کاملا قانونی، و شما باید بابت این درآمدزایی سالیانه تکس پرداخت کنید نزد کشوری که در اون زندگی میکنید. خب این نگرانی دیگه وجود نداره که این کار قانونی نیست. این کار کاملا قانونیه و شما با ورود به این بیزینس با کمک من بیزینس آیدی دریافت میکنین و این بیزینس آیدی اون کشوری که دارین توش زندگی میکنین ثبت میشه و اداره مالیات برای شما مالیات بندی میکنه طبق درآمدی که سودی رو که کسب میکنید. ولی خب این سود میتونید شما ازش خیلی از چیزها رو به قولن کم کنید. اگر شما توی این راه درآمدزایی مثلا اتاقی رو برای خودتون درست میکنین، اتاق بیزنس شما باشه، کامپیوتری رو میخرید، هر درآمدی رو که دارید شما اینا رو میتونید ازش کم بکنید و درآمد خودتون رو بیشتر کنید که اونها قدم های بعدی هست که حالا با هم صحبت بیشتری بکنیم. چیزی رو که خواستم امروز براتون بگم این بود که ما ماهیانه حقوقی رو دریافت میکنیم. خب این حقوق رو میاییم جوری تنظیم میکنیم که به خواسته هامون برسیم، در عین حالی که یک مقداری رو هم پسنداز کنیم که سالیانه بتونیم مثلا حالا ماشینی بخوایم عوض کنیم، خونه‌ای نمیدونم بخوایم عوض کنیم، سفری بریم، از این پسنداز استفاده کنیم. خب ولی من وقتی که فکرشو میکنم میبینم این پسندازی رو که ما داریم این همه براش زحمت کشیدیم، جمع کردیم، باید جوری حساب شده خرجش کنیم که دلمون نسوزه بعدم بگیم که این همه زحمت کشیدیم، این پولو جمع کردیم، حالا راه درستی استفادهش کنیم. خب بیشتر موقع این پسنداز میره برای سفر. حالا من که فکرش میکنم خودم شخصا چون عاشق سفر کردن هستم و تابستونا باید یه جورایی بایدیه سفر برم، میبینم که خب این همه زحمت کشیدم در طول سال، بیشتر این پسنداز رفت برای 2 سفر، حالا فوقش یعنی به حالت خوبش بگیم به 2 سفر. خب من اینو فکر کردم با خودم، گفتم چرا پول 2 سفرمو نذارم برای یک بیزنسی که بتونم ازش پول در بیارم. خب این پول 2 سفر رو من اگر 1 سال سختی بکشم و روش کار بکنم میتونم 10 برابرش کنم و واقعیتم داره 10 برابر کردنش. کسایی که توی این بیزینس دارن کار میکنن و من اونا رو فالو دارم، درآمداشون رو خب میبینم دیگه، چکایی که در میارن، درآمدایی که در میارن رو میبینم. خب من میام پول 2 سفر رو سیو میکنم، پسنداز میکنم، سرمایه گذاریش میکنم، براش کار میکنم، اما با شکیبایی یا صبوری. این بیزنس این از اون بیزنس هایی نیست که بگن اوکی یک شبه بخوابین و
پولدار بشین فردا یا اینکه شانسی در کار باشه. این بیزنسیه که امن، مطمئن، پولتون میدونید حروم نمیشه، حیف و میل نمیشه، از بین نمیره، اما باید براش کار کنین دیگه. شما در عرض 1 سال، ما حالا داریم میگیم 1 سال، حوصله صبر داشته باشین و پشت کار میتونید به درآمدهای فوق‌العاده‌ای برسین و اینو من میتونم به شما از همین الان قول بدم. حالا با این همه تفاسیر، با این همه اطمینانی که من به شما میدم، اگه دوست داشتین سرمایه‌ای داشتین بخواین جای امنی سرمایه گذاری کنین، درآمد عالی داشته باشین، درآمد 2-3 برابری حقوق الانتون رو داشته باشین، میتونید فقط با من پیام بدین. منم تو این راه کمکتون میکنم و نه فقط با من، شما با کوچ من هم میتینگ خواهید داشت. اونجا میتونیم جلسه رفع اشکالات هست و همیاری دائم با ما در این زمینه خواهید داشت تا اینکه به درآمد برسید. هیچ وقت تنها نمیمونید. پکیج آموزشی در اختیارتون قرار میگیره، آموزش های لازم داده میشه و هیچ وقت تنها نیستید. همونجور که 220,000 نفر تا الان این بیزنس رو شروع کردن و موفق بودن، شما هم یکی از اونا میتونید باشید.